یک بار روز عاشورا در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها روزه‌ای برقرار بود. او پس از گریستن بسیار به قبرستان شیخان رفت و به زیارت اهل قبور مشغول شد. در این هنگام دید که تمام ارواح روی قبرهایشان نشستند و به او سلام می‌کنند. او می‌فرمود شنیدم زمزمه ای داشتند مثل این که درباره امام حسین علیه السلام و عاشورا بود. یاد و ذکر محبوب زبان او را از سخن گفتن با دیگران باز می‌داشت. استاد سید محمد حسن قاضی می‌نویسد به خاطر دقت زیادی که در کم صحبت کردن داشت تصور می‌شد ایشان لکنت زبان دارد و قادر نیست مطالب خود را دقیق بیان نماید. ماجرای تشرف آن بزرگوار به محضر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شنیدنی است. روزی نزد آیت الله قاضی آمد و اظهار داشت که اجازه مخصوص از حضرت ولیعصر علیه السلام برای استخاره می‌خواهد. آقای قاضی از کار و برنامه‌هایی بود تعلیم داد که ایشان برای انجام آنها به مسجد سهله می‌رفت. شبی احساس کرد کسی دستش را روی شانه‌های او گذاشت و گفت برای تشرف آماده باش. آیت الله آملی میگوید که با شنیدن این جمله ترسول است تمام وجودم را گرفت. شروع به التماس کردم که مرا از این کار معاف کنید. آن شخص هم قبول کرده و رفت. فردا فوراً خدمت مرحوم قاضی رسیدند. ایشان پیش از آن که چیزی بپرسند فرمود اگر آمادگی تشرف را نداری چرا این همه برای آن اصرار می‌کنی؟